روایت ها میخوانیم یک انسان اگر یک شخص مسلمان یا مومن با همسرش وقتی هم بستری میشود، یعنی خانداری میکند، بعد از او برود غسل بکند، چون زنش مسلمان است، هم شوهر مسلمانند، هر دو مؤمن و مؤمنان، مسلمان و مسلمینند، چیکار میکنن؟ با مجرد خاندار شدن رفتن غسل از جنابت کردن در اون مکانی که اینها غسل میکنن، این مرد و زن مسلمان هر قطره آبی که در حالت غسل کردن از بدن این زن مسلمان یا مرد مسلمان میرسد، چقدر قطرات آبی باشد همون قدر ملائکه میشود در حق این کسبهای خیر میکنند. بنابراین هر انسانی که اگر انصاف داشته باشد، مسلمان هم باشد، اخلاص بر خدا و پیغمبر و احکام دین داشته باشد، بعدی هم بستری شدن با همسرش وقتی رفت غسل کرد و آمد، اگر قطعی همسرش 2 رکعت نماز تهجد بخواند، میدانه که چقدر نور علی نور، نور علی نور میشود. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخنا پولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه اگر شما خواستید که نماز بخوانید، صورت یعنی روی و دست را بشویید، سر را محض کنید، پایهای را بشویید. خداوند قصد ندارد بر شما زحمت تحمیل کند، لیکن میخواهد شما را چه از گناه پاگرداند و نعمت خود را بر شما تمام نماید. امید است که شکرگزار باشید. این دعای کریمه در آیه اول خداوند فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. الله میفرماید که هر کسی ایمان دارد به خدا، یا ایها الذین آمنوا ندای عامه خدا فرمود. هر کسی ایمان دارد بر خدا چیکار کند؟ وقتی میخواهد که نماز بخواند، مسجد برود، بر نماز شروع کند، چیکار کند؟ پیش از آن که نماز صورت یعنی دست و رو و پای خود را بشوید و سرش را چی؟ محض کشد. و در آیه دوم فرماید که خداوند قصد ندارد، هرگز خدا اراده ندارد که زحمت بر بالای بندگانش بکند، یعنی شریعت و دینش را بر بالای بندگانش ظلمانه یعنی وزبین و گران کرده در بالای مردم میتید. نه، شریعت چنان دینی سهلانگاری است، چنان دین اسلام دینی پاکیزه و دینی آسان است که هیچ دین طبق با دین ما در آسانی برابر شده نمیتواند. پروردگار با واسطه این دین و احکام این دین و عمل این دین شریعت میخواهد که ما را از گناه پاک بکند و نعمتش را بر ما چی ارزانی بکند. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر بزرگوار در ذم همین آیات میفرماید ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان یطیل غرته فلیفعل. رواه البخاری و مسلم عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه. پیغمبر بزرگوار من و شما میفرمایند که در روز قیامت امتم را سفید رویان و دست و پا مثل استعلای عاطفه اگر بگم امت رسول الله صلی الله علیه وسلم سیماهم فی وجوههم من اثر السجود است. روز قیامت از اثر زیاد طهارت کردن و زیاد نماز خواندن، زیاد سجده کردن، زیاد تسبیح و تهلیل گفتن در حالت محشور میشوند، از خاک سر بلند میکنند این امت پیامبر صلی الله علیه وسلم که رویهاشون چون ماه شب 14 میدرخشد، دستا تا آرنج، پایها تا بجلک پا. بنابراین بعض
بزرگان در وقت طهارت کردن دستا را چنان میشدن که از آرنج هم بالاتر میرفت. بعضی ها پاهای از بجلک پا بالاتر میشتن تا قاقی های پا را که روز قیامت همون نور تا بالاتر برود تا کتفام هم برود. رو را چنان از دمیدن موی پیشانی تا زیر منه و از این نرمه گوش تا به نرمه گوش شستن رو فرض است. بنابراین روز قیامت آنهایی که آثار، یعنی آثار گفتن اثری وضو را در روشان دیده می شود، روز قیامت چنان مردم نورانی در پیشگاه خدا محشور می شوند. و در دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید سفیدی و ظرافت و زیبایی انسان مومن جای را فرا میگیرد که آبی وضو آن را فرا گرفته باشد. هر جایی که در طهارت آبی وضو رسیده باشد، شما با واسطه آب طهارت، چون چهار کتابم شیخ شرف الدین بخاری میفرماید که چون بیاری طهارت ظاهر، باطنت را نیز چی حق کند طاهر. آبی که من و شما میگیریم برادران عزیز طهارت میکنیم، این فقط سیکه و صورت ظاهری ما را میشود، بیرونی ما را این آب تازه میکند. اما پروردگار توسط این طهارت قرآنی درونی ما را پاکیزه میکند. یعنی فلسفه و منطق طهارت پاکی و پاکیزگی است. اگر ما کتاب طهارت نگاه کنیم در کتاب مختصر الوقایه، همون سلوحه کتاب دانسته است کتاب طهارت، ملاها داملاها استادا همین تقریر میکنن، معنی میکنن. این کتاب است در بیان مسئله و مسائلی که متعلق دارد به طهارت، طهارت را بیان میکند. طهارت در لغت نظافت، معنای نظافت پاکیست، پاکیست در شریعت شستن اعضای مخصوص بنابر وجهی مخصوص است. دیدی کتاب و طهارت عجیب، این معلوم میشه طهارت پاکی و پاکیزگی است. دین و شریعت پاکی و پاکیزگی است. دین اسلام سرشاد تا پا همه نصیحت و وصیت و تبلیغ و دعوت الى الله است برادران عزیز. زیرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که الدین النصیحه، این دین سر تا پا چی است؟ همه نصیحت است. این دین هیچگاه صاحب این دین و پیروان این دین، علمای این دین، دعوتگران این دین، مبلغین این دین، قاضی‌های این دین، علمای مفتی‌های این دین هرگز مردم را نمیگن که برید در چخری بیافتید. هرگز چی نمیگن که مردم باید برود هلاک شود. نه، نصیحت قرآن، نصیحت ایمان، نصیحت خدا، نصیحت رسول، نصیحت علما، همه سرشار از کلام خدا است، سرشار از سخن خدا است. نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کسی که می نشستند رسول الله صحبت میکردند، در سخن رسول الله هیچ کجلگی و یعلوگی و یعنی بیمزگی نبود. چرا؟ رسول الله سخن نمیگفت تا در حالتی که خدا سخن نمیگفت. تا سخن خدا، پیغام خدا نمی آمد، رسول الله چی دهن وان نمیکردند. به این خاطر هر چیزی که رسول الله میگفتن این چی بود؟ سخن خدا بود. بنابراین ما و شما باید از سخن خدا چی کنیم؟ با مردم صحبت کنیم. سفیدی روی انسان، خب ظرافت و زیبایی انسان مومن جای را فرا میگیرد که آب وضو را چی فرا گرفته باشد. در شستن صورت، دست و پا و بشر و بیشتر توجه کنیم تا زیبایی و نور بیشتر شود. چقدر اگر ما اعضاهامون خوبتر بشویم، رویهامون خوشرو بشویم، دستامون تا آرین خوشرو بشویم، پاهامون تا بجلک با خوشرو شویم، فرائض طهارت را بالکلیه که انجام دادیم، همون قدر نوری ما چی زیاد شدن میگیرد، زیاد شدن میگه در روز قیامت. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یک حدیث دیگر میفرماید که خب این حدیث را مسلم از ابو هریره روایت کرده بوده است. میفرماید هرگاه بنده مسلمان یا مومن صورتش را غسل دهد، همه خطاهایی که به وسیله چشم دچار صورتش شده با آب وضو یا با آخرین قطره آب وضو فرو بریزد. ببینه طهارت چقدر فضیلت دارد. و این خاطر رسول صلی الله علیه و سلم گفتن از طهارت به طهارت،
از نماز بر نماز، از جمعه بر جمعه، از عید بر عید کفارت چی است؟ گناهان شما است. اینجا رسول الله میگه که اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء او مع آخر قطر الماء. میگه که انسان مؤمن یا مسلمان هرگاه اگر وضو میگیرد سحر بامداد بخیزه برای خاطر طهارت بامداد طهارت بکنه. شب اگر چی گناه بدی خفتن کرده باشد، گناه علیاذ بالله، گناه یک گناه کبیره است، یک گناه صغیره است. سحر وقت نماز بامداد بخیزه اگر طهارت بکنه، هر قطره آبی که از روی او میچکد، از دست و پای او میچکد، ملائکه میشد حقی دعای خیر بکنه تا خدا گناه شما باشد، گناه همیشه باشد باشد. نماز بامداد وقتی ادا میکند برای پای کار و بار شود که با مرور زمان در حالت کار و بار تا پیشین اگر خدای نخواست از انسان یگان گناه سهو خطای لغزش سهو کند، چون انسان نمیتونه به گناه زندگی کنه برادرای عزیز. بنابراین و مجرد طهارت کردن در نماز ظهر آخران قطره آبی که از روی شما، از دست شما، از پای شما، از آرنج شما، از بجلی شما، از تارهای موی شما حتی میچکد چی؟ ملائکه رحمت میشد حق شما دعای خیر میکند و شما را از جانب پروردگار بخشش میخواهد. ما در روایت ها میخوانیم یک انسان اگر یک شخص مسلمان یا مومن با همسرش وقتی هم بستری میشود، یعنی خانداری میکند، بعد از او برود غسل بکند، چون زنش مسلمان است، هم شوهر مسلمانند، هر دو مؤمن و مؤمنان، مسلمان و مسلمینند، چیکار میکنن؟ با مجرد خاندار شدن رفتن غسل از جنابت کردن در اون مکانی که اینها غسل میکنن، این مرد و زن مسلمان هر قطره آبی که در حالت غسل کردن از بدن این زن مسلمان یا مرد مسلمان میرزد، چقدر قطرات آبی باشد همون قدر ملائکه میشود در حق این کس دعای خیر میکنن. بنابراین هر انسانی که اگر انصاف داشته باشد، مسلمان هم باشد، اخلاص بر خدا و پیغمبر و احکام دین داشته باشد، بعد هم بستری شدن با همسرش وقتی رفت غسل کرد و آمد، اگر قطعی همسرش 2 رکعت نماز تهجد بخواند، میدانه که چقدر نور علی نور، نور علی نور می شود. وقتی همایی که با همسرها میروند غسل میکنن، هم بستری شدن با زن، این یه نعمت خدا هست که بهترین نعمت از حلال خدا. نساؤکم حرث لکم، خدا میگه زنای شما مثل زمین های جفت پاکیزه شما است. وقتی انسان یک 5 گیتار 4 گیتار 3 گیتار زمین خواجگی دهقانی میگیره، حرکت میکنه که از بهترین زمین بگیره که چون حاصل خوب داشته باشه. برای زمین خوب انتخاب میکنی، میخوای حاصل خوب بگیری، برای حاصل خوب گرفتن تخم خوب باشه. حاصل همون زمین خودش حاصل هم نمیبراره، برای حاصل خوب رویندن برادرها چی در کار است؟ تخم خوب در کار است. تخم خوب از کجا میابی؟ تخم خوب خیلی جستجو میکنی. بنابراین زنهای شما زمینهای پاکیزه الهی است. شما وقتی او را جفت میکنه، در او وقت تخم انسان میکاشد، مراد از تخم انمین نطفه است برادرها، همون آبی که از چی؟ از مرد جدا میشود در رحم زن وقتی جای میگیرد، این باید پاکیزه باشد. این از چی به وجود میآید؟ از لقمه میخوردگی به وجود میآید. لقمت حلال کن بنده مسلمان. اگر میخوای که فرزند صالح به وجود بیاری، اگر میخوای که فرزند باشد صالح